سلام به رفقای گل یوتیوب، چطورین؟ چه خبر؟ خوش اومدین به یک ویدیو دیگه از چنل داشتیتون فونیکس. خب رفقا، امروز اومدیم با تیک تاک های جدید پابجی موبایل که هم توش جدیده، هم توش خفنه، هم توش خنده داره، هم توش جالبه. آره دیگه، همه چی قاطیه. خلاصه آقا رفقا، عشق من اول از همه قدردانی کنم ازتون. عشق من این خانواده‌مون 160 تایی شد، واقعا نمیدونم چجوری ازتون تشکر کنم. بریم برای 200 تایی ان شاء الله. اول اکه بریم برای 170 تایی شدن خانواده‌مون. و اینکه اگه از این ویدیو خوشت اومد حتما لاک سابسکرایب بزن که من انرژی بگیرم و ویدیوهای خفن تری بسازم. آقا رفقا، با ویدیوهای روم حال کردین، خدا رو 100,000 مرتبه شکر واقعا که شما خوشتون اومده باشه. و اینکه توی کامنت ها اگه ایده ای چیزی حتما دارین بهم بدین، من میذارم به روی چشم و انجامش میدم. رفقا دمتون خیلی خیلی گرمه. لاک سابسکرایب بزن که بریم برای 170 تایی. عشق من این به زودی کارهای خفنی در راهه. بزن بریم سراغ ویدیو. گو. خب آقا، بزن بریم سراغ این ویدیو خفن. هدفون رو میذاریم و جست رو میگیریم. جست ما چیت زانو چیت ربطی داشت، ولی بزن بریم آقا. لیتس گو. اولیش چیه؟ واه، صداش چقدر زیاده. واه، این ادیتای خفنه آجی، خیلی اینو سخت. خدا وکیلی. ببینیم چیکار میکنه. بله. واه حاجی، چه خفنه، خدایی خفنه حاجی. چیزو ناکو، خدایی سخته اینجور ادیت ها. اصلا نمیدونم چجوری رو میسازن، چجوری میسازین. واقعا سخته. دمشون گرم، خدا وکیل دمشون گرم، خیلی سخته. دنس هم که میزنه تنگ حاجی، هوا رو نگاه، رعد و برق و به به. بعدی چیه؟ مش میزنه، نیت میندازه. 8 کیل داره. 2 نفر. الان چرا اسمونم میمیره؟ نه چی گفتم؟ خدایی چی؟ و به حس شیشم داشتیتون فونیکس ایمان بیاری. از یارو مرد. اسکول چه وضع لیدنده خودم. اوه حاجی، بعد اینکه شروع شد یه دقیقه. حاجی چه حرکت خفنی زد. ناکن یارو که مرد. ناکن حریف بد نیزه رو زد. خف هره من دیگه داشتی بالاخره. پینک اوه چه هدی زد. 23 هم کیل داره. حاجی ببینید تیراشون چه میشینه. قشنگ صدا هدشون هم با فرق داره. لامصب نیدو گرفته دستش. حاجی نوازاریه فکر کنم. Down a Z Dragon. ای چه نمورد، چه نمورد. بیدن چه سمی بود. چی زد؟ نه نه نه، این بخوره همینجا بیرون. چی میزنی؟ آقایون داشته چی میزنی؟ چه نمو آجی موده با یادش شخه. چه باحاله حاجی. کدش هم بچه ها، کسایی که میخوایم مپر پلی بدن، کدشون بالا زده. ایناش نه، این کدشون بالا زده و کامنت ها دنبال کد نگردین. حاجی چه باحاله. کی زودتر میمیره؟ خیلی باحاله. فقط آهنگش. اوه حاجی بزنی ها، بزنی ها هدم الان میزنی. چی میزنی؟ چی میزنی شما ها با گوشی؟ گوشی هم بود یارو، پشمام. من حرفی ندارم. لاکوزافیا بیاتون نره. واقعا این چیه؟ چقدر خفنه. خیلی سخته اینو رفقا. چه ماشینیه. این کدوم ماشین اومده تو پابجی؟ حاجی فقط عمو ویکتور توش. حاجی چه خفنه. کپی رایت دیگه شمتیه. متروه ادیت این جونتو.
ها؟ وای حاجی اون بالا ناکم فکرم تعداد کیلاشه. پشمام ریخ. پشمام فرخو. چی میزنی؟ آخ جيبه این حرکت رو من زدم. تم السيطرة وای الان رو هوا میترکه. ننزل وای 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 این اتفاق چقدر برای من افتاده. ما فزتش باراشوت هي ریکال داشتم من ریکال نداشتم. اوه چیزم حلالش بشه. چیزم ادیت زده داره میرقصه باگیه. به به لامبو سبز است ادیت زده شده مشکی. از ایناست که الان چیز میشه. بیا hızlısı mezarda diyeceğim. Yakın, yakın. Onların da mezarını biz. الان 4 تا لوت باکس. به به چه خفن. این دیگه چیه؟ اینا رو نها کن چه باگایی میزنه. بعد هایپایم بدبخت نها کن با چه اساس الکی بند شد. نها کن اینا چه باگایی میزنه. اینا باید بند شن آقا. یعنی چی؟ پابجی موبایل نظارت کن آقا. ماموتر رو میکشه. آموزش باگ هم گذاشته هیچی دیگه. نه مونده ما این چیه دیگه یا قرآن پشمام. مرد الان میری هوا. میزنن پارت میکنن. بوتکمپ استایپو میگیره دستش. بوم. چی میزنین شماها؟ نایس. چی میزنین خدا باشی. حاجی من عاشق این خونه هم خدایی. خیلی خفن. 60 کیل زد. حاجی فکر کنم این یارو همونیه که سرورش اسکلستانه. فکر کنم چون لباس نایس 60 کیل. او شاخ شکنی از پلیری از خطه افغانستان. دوست به تمام افغانستانی های عزیز. الان میمیره به موله. الان میمیره. بزن ها پرچم ببر بالا. برو ماشالله. با بزن دیگه. تیماب که داداش یعنی چی دنس میزنی و تیماب میکنی؟ what the fuck. الو چی بودیم؟ آقا نیما نکن. این دیگه چیه؟ این دیگه چی بود؟ حاجی خدایی ندیده بودم. به خاطر همیناست پابجی فیلتره دیگه. چه سمی بود. اوه داداش به مولا علی این اینجاشو زد تیره خورد اینجاش. ما اینجاشو میزنم تیره بخوره اینجا. جلل خالق جلل ملق. بابا چی میزنی اینو الان میزنی را بود. اینو بزنی همچه ویدیو رو میبندم الکی. داداش فلمون بکو. چی میزنی داداش؟ تیجی حلالت باشه. او لامبو رو به به. پشیمام چی زد.
برای کسایی که نفهمیدن بچه دعا کنید. دعا کن یارو میشینه بغلین تیر میزنه و یارو جابجا میشه. نگاه کن یارو جابجا میشه بعد میزنه بهش. چه خفن چه صدا خرچش فقط. این 5 تا تیر زد 10 تا هد خورد. ما 10 تا تیر میزنیم 5 تا بادی میخوره. بزنم جلو. چی میزنی؟ لاتی وارد شد. چرا نمیمیری تو؟ چرا نمیزننت؟ خب که چی؟ دوست دخترش به اوقات کیل بش بده. من خفنم. چقدر خوشم میاد. واو خیلی حال میده. حاجی خیلی خوشم میاد از این سبک بازی حضرت عباسی. پیک و پیک بازی و اصلا خیلی حال میده. من خودم اینطوری بازی میکنم تا نمیخوره. خیلی حال میده خودم خوشم میاد پیک داد. استوجی هم هست. بلمون کن یالیم داداش به مولا اینجا شو زد. به پیر به پیغمبر قسم اینجا شو زد. چجوری هد خورد؟ حالا این برعکس. این هدشو زد بادی خورد. اینا این تیدی هم حال میده خدایی. بعد سختم اصلا. سخت کنی داداش. سخت نیست. برای کسایی که فکر میکنن این شاتا سخته واقعا سخت نیست. برای ما سخته که ریج نداریم واقعا. چون وقتی ریج داشته باشی شما تیرات مستقیم میخوره به نه یه تیر بره کابل یه تیر بره بابل. اینا بخاطر ریج هم. اگه ریج خوب بخوای حتما از دی ان اس های داشتیتون فونیکس استفاده کنی. چطوری اینو ساختی؟ چجوری اینو ساختی؟ حاجی اینا پابجی رو جدا میکنن میزنن تو یه چی دیگه بعد ترکیب میکنن. What the fuck؟ الو بله ویدیو هم تموم شد. خب رفقای گل آقا هدفون رو در بیاریم مون درست کنیم. عشق منی رفقا ممنونم که تا اینجا ویدیو نگاه کردین. دمتون خیلی خیلی گرم. عشق منی واقعا از صمیم قلب دوستتون دارم و اینکه امیدوارم که تا الان لایک سابسکرایب هم زده باشید که به 170 تا شدن نزدیک باشین. عشق من رفقا یه موضوعی هم هست که برای 200 تا ساب شدنمون من یه کلن خریدم. در واقع میخوام عضوگیری کنم و یه تیمم برای خودم بسازم. خوشحال میشم که اگه دوست داری بیاید تو کلن ما حتما توی کامنت ها بگو. عشق منی تا یه ویدیوی دیگه و یه چیز تیک تاک خفن دیگه. فعلا بای.